مرکز مطبوعات ملی دوشنبه خبر داد که در اساس مروجات و عکس‌های ارسال نموده شهروندان نسبت به یک قطار رانندگان برای توقف نادرست و بند نمودن راه و ایجاد مانع به حرکت شهروندان و واسطه‌های نقلیات چاره‌های تاثیررسانی قانونی اندیشیدند. این نهاد با نشر عکس 13 راننده خبر داد که نسبت به رانندگان مذکور از جانب کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی دوشنبه بر اساس ماده 324 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های ماموری ترتیب داده شد. میلیسیای پایتخت تاجیکستان میگوید ضمن سنجش معین کرده شد که اکثر رانندگان هنگام ادای نماز جمعه افت خود را در جای نامقرر گردیده مخصوصا در بین راه بی نظارت گذاشته به تنبشوی راه و ممانعت به حرکت دیگر اشتراکچیان حرکت راه باعث شدند. وابسته به حالت مذکور نسبت به رانندگان زیرین برای توقف نادرست پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده. جهت من بعد به چنین قاعده ویرانکنی دست نزدن به طور قطعی آگاهانیده شدند. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه از کل رانندگان خواسته است که قاعده های حرکت در راه را همه جانبه رعایت نموده به توقف نادرست ماشین های خود باعث آزار دیگر شهروندان نگردند. طوری از عکس های نشر شده برمی آید اکثر رانندگان جزا داده شده در زیر پای ماشین های گرانبهای لکسوس، مرسدس و تویوتا داشته. رقم هایشان نیز به قول معروف کروتوی بود. ولی در بین عکس های نشر شده توجه همه را به ویژه عکس اکبر و شفقت راننده اتومبیل تمغه تویوتا کامری رقم های قید دولتیش 0091 VV01 به خود جلب کرد. شفقت اکبرов با وجود تازه پروتکل شدنش خوشبین و نگاه مثبتش به زندگی را گم نکرده است و در عکس خیلی خوش و روزی تصویر شده است، نه مثل کسی که از کار کردش پشیمان و یا از جریمه‌ای که باید بسپارد غمگین شده باشد. همیشه چنین خوشبین باشید.